سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من مهدی هستم. به کانال هیدن فکتس آیار خوش اومدید. اگه اولین بار ویدیوی ما رو می‌بینی، حتما سابسکرایب یادت نره و بدون که لایکات به ما کلی انرژی میده. تو این کانال کلی فکت خفن و باحال با هم دیگه بررسی می‌کنیم که به نظرم خیلی واجبه که هر آدمی اینا رو بدونه. بریم تو کارش. همونطور که میدونید تو دنیا نزدیک 8 میلیارد نفر آدم وجود داره با 8 میلیارد طرز فکر مختلف، مثل هر اثر انگشت مختلف و کلی چیز دیگه که این طرز فکرها با همدیگه یکی نیستن. یعنی شما با بغل دستی طرز فکرت فرق میکنه و خیلی سخت و کم پیش میاد که همه یه مدل فکر کنن و هم فرکانس و هم فاز باشن. ما اینجا میخوایم با بررسی کردن کلی فکت باحال و خفن که بهت قول میدم کمتر جایی شنیدی یا اصلا نشنیدی، یه سری چیزا رو با همدیگه مرور کنیم که قضاوتش هم میذاریم به عهده خود شما. به عنوان مثال همین قضیه کرونا چند سال پیش خیلی هم میگفتن که باید واکسن بزنیم، خیلی هم میگفتن که نه. شما جزو کدوم دسته ای؟ همین قضیه سیمسونا که میگفتن از آینده فکت میدن، خیلی هم میگن نه فقط یه انیمیشن و کارتونه، خیلی هم میگن نه واقعا دارن فکت از آینده بهمون میدن. از تغذیه‌مون که درسته یا اشتباه، از زندگی روزمرهمون، اینکه صبح پا میشیم و اولین کارمون گرفتن گوشی تو دستمونه که چقدر میتونه مضر باشه و اینکه تو طول روزمون تو زندگیمون چقدر تاثیر میذاره، از همین نمک ساده‌ای که به غذامون میزنیم و کلی فکت باحال دیگه. حتما با ما همراه باشید. سابسکرایب یادتون نره، لایکاتون باعث دلگرمی ما میشه. نظرتون هم این زیر واسمون کامنت بذارید، همه کامنت ها رو میخونیم و جواب بهتون میدیم. چاکریم.